گلکسی A56 وارد بازار شد، اما ارزش خرید داره؟ توی قسمت نمایشگر یه صفحه نمایش سوپر امولد 6.7 اینچ رو داریم که نرخ تازه سازیش 120 هرتزه و حداکثر روشناییش 1900 نیت که نسبت به نسل قبلیش یعنی A55 پیشرفت خوبی رو داشته. پردازنده این گوشی یک تراشه 8 هسته‌ای یعنی اگزینوس 1580 هستش که نسبت به A55 پیشرفت خیلی خوبی داشته. حافظه این دستگاه هم توی دو مدل 128 و 256 گیگ عرضه شده. اما قسمت دوربین این گوشی تغییر خاصی رو نسبت به A55 نداشتیم، ولی طراحی دوربین های پشت عوض شده و همینطور دوربین سلفی از 32 مگاپیکسل به 12 مگاپیکسل تغییر کرده. همینطور قابلیت فیلمبرداری 4K HDR اضافه شده به این گوشی. ظرفیت باتری این گوشی هم هنوز 5000 میلی آمپره، اما سرعت شارژش از 25 وات به 45 وات تغییر کرده که 0 تا 65% رو هم توی نیم ساعت تقریبا شارژ میکنه. گواهی IP67 داره که یعنی در برابر پاشش آب و گرد و غبار مقاومه. اما قسمت اصلی، گلکسی A56 با قیمت 40 میلیون تومان میارزه؟ با این قیمت شما میتونی یه S23 FE یا حتی S24 FE بخری. حالا انتخاب تو چیه؟ A56 یا یه پرچمدار اقتصادی؟